سلام به همه دوستان عزیز کانالم. امروز قرار شما رو ببرم به قلب یکی از عجیبترین و تأثیرگذارترین داستانهای قرن 20. داستان مردی که نه با اسلحه نه با پول بلکه با قدرت ذهن و رسانه دنیا رو تغییر داد. ادوارد برنیز، کسی که بهش لقب پدر روابط عمومی و مرد نامرئی کنترل افکار عمومی رو دادن. از سرنگون کردن دولت‌ها تا بازی با احساسات میلیون‌ها نفر، این مرد عملاً نقشه ذهن بشر رو بازنویسی کرد. ادوارد لوئیس جیمز برنیز سال 1891 تو وین، پایتخت اتریش، به دنیا اومد. خانواده‌اش یهودی بودن و 1 سال بعد به نیویورک مهاجرت کردند. برنیز خواهرزاده زیگموند فروید، همون روانشناس معروفی بود که نظریه‌های عجیبش درباره ذهن ناخودآگاه دنیا رو زیر و رو کرد. این ارتباط خانوادگی بعداً شد یکی از کلیدهای موفقیت برنیز. برنیز از دانشگاه کرنل در رشته کشاورزی فارغ التحصیل شد، ولی اصلاً قرار نبود بره سراغ گندم و جو و کشاورزی. از همون اول عاشق رسانه، تبلیغات و تأثیرگذاری بود. سال 1919 وقتی فقط 28 سالش بود، اولین دفتر مشاوره روابط عمومی رو تو نیویورک باز کرد. اینجا بود که ماجرایی شروع شد که نه تنها تبلیغات بلکه سیاست، فرهنگ و حتی تاریخ رو تغییر داد. برنیز یه ایده انقلابی داشت که تو زمان خودش خیلی بحث برانگیز بود. او معتقد بود توده‌های مردم بیش از حد احساسی و غیر منطقی هستند و نمیشه به تصمیم گیری هاشون اعتماد کرد. به نظرش یک گروه نخبه باید افکار عمومی رو هدایت کنه تا جامعه به سمت اهداف درست بره. این ایده که بعداً اسمش رو گذاشت مهندسی رضایت، قلب فلسفه برنیز بود. توی کتاب معروفش پروپاگاندا که سال 1928 منتشر شد، نوشت دستکاری هوشیارانه و هوشمندانه عادت‌ها و عقاید توده‌ها بخش ضروری یک جامعه دموکراتیکه. کسایی که این سازوکار رو کنترل میکنن یه دولت نامرئی هن که قدرت واقعی رو در دست دارن. این حرفش مثل یه زلزله بود. برنیز داشت میگفت که با روانشناسی، رسانه و تبلیغات میشه ذهن میلیون ها نفر رو شکل داد بدون اینکه خودشون بفهمن دارن کنترل میشن. برنیز از نظریه های داییش زیگموند فروید استفاده کرد. فروید میگفت ذهن ما از ذهن ناخودآگاهمون میاد، جایی که ترس‌ها، امیال و احساسات پنهانمون زندگی میکنن. برنیز اینو گرفت و تبدیلش کرد به یه سلاح تبلیغاتی. به جای منطق روی احساسات مردم دست گذاشت. مثلا به جای اینکه بگه این محصول رو بخرید چون خوبه، کاری میکرد مردم احساس کنن بدون اون محصول چیزی تو زندگیشون کمه. این روش شد پایه تبلیغات مدرن، پروپاگاندای سیاسی و حتی سرنگونی دولت‌ها. یکی از جنجالی ترین کارهای برنیز نقشی بود که تو سرنگونی دولت گواتمالا در سال 1954 بازی کرد. این داستان مثل یه فیلم جاسوسیه ولی واقعی. اون موقع شرکت یونایتد فروت، غول موز آمریکا، تو گواتمالا مزارع عظیم داشت و سود کلانی می‌برد. اما رئیس جمهور گواتمالا جاکوبو آربنز یه اصلاحات ارضی رو انداخت تا زمین‌های این شرکت رو ملی کنه و به کشاورزای فقیر بده. یونایتد فروت که حسابی عصبانی شده بود سراغ برنیز رفت. برنیز یک کمپین پروپاگاندای عظیم را انداخت که عملاً تاریخ گواتمالا رو تغییر داد. او با رسانه‌های بزرگ آمریکایی مثل نیویورک تایمز، تایم و شبکه‌های خبری همکاری کرد
و آربنز رو به عنوان یک کمونیست خطرناک که تحت نفوذ شورویه معرفی کرد. برنیز داستان‌های جعلی درباره فعالیت‌های کمونیستی تو گواتمالا ساخت. گزارش‌های دستکاری شده به روزنامه‌نگارا داد و حتی تورهایی برای خبرنگارای آمریکایی ترتیب داد تا به گواتمالا برن و خطر کمونیسم رو از نزدیک ببینن. این تورها در واقع یه نمایش کاملا کنترل شده بود. برنیز حتی از روانشناسی برای ترسوندن مردم آمریکا استفاده کرد. او با ساختن یک دشمن خیالی به اسم کمونیسم گواتمالا افکار عمومی رو آماده کرد که از مداخله نظامی حمایت کنند. نتیجه سیا با حمایت این موجه رسانه‌ای کودتایی ترتیب داد که آربنز رو سرنگون کرد و یه دیکتاتوری نظامی جاش رو گرفت. یونایتد فرود زمینهاش رو پس گرفت و سودش رو چند برابر کرد. این کار برنیز نشون داد که پروپاگاندا میتونه نه فقط محصول بفروشه بلکه دولت‌ها رو هم جابجا کنه. برنیز استاد استفاده از رسانه ها بود. او فهمیده بود که رسانه ها مثل یه بلندگوی غول‌پیکرن که میتونن پیام ها رو به گوش میلیون ها نفر برسونن. اما چطور این کار رو کرد؟ اول داستان سرایی. برنیز به جای تبلیغ مستقیم داستان‌هایی میساخت که احساسات مردم رو هدف میگرفت. مثلا به جای اینکه بگه این محصول رو بخرید، یه روایت درست میکرد که مردم احساس کنن اون محصول بخشی از هویتشونه. این روش هنوزم تو تبلیغات اینستاگرام و تیک تاک دیده میشه. دوم، استفاده از افراد تاثیرگذار. خیلی قبل از اینفلوئنسرهای امروزی برنیز از سلبریتی ها، سیاستمدارها و حتی دانشمندا برای تأیید حرفاش استفاده میکرد. مثلا توی کمپین های تبلیغاتی پزشک ها رو می آورد که بگن فلان محصول سالمه، حتی اگه شواهد علمی کافی نبود. سوم، ایجاد حس فوریت و ترس. برنیز میدونست اگه مردم بترسن یا احساس کنن چیزی رو دارن از دست میدن، سریعتر عمل میکنن. تو کمپین های سیاسی با بزرگ کردن تهدیدها مثل کمونیسم یا هر دشمن ساختگی دیگه مردم رو به حمایت از یه راه حل خاص سوق میداد. یه نمونه کلاسیک همکاریش با رسانه ها کمپینش برای رئیس جمهور کالوین کولیج بود. کولیج به سرد و بیروح بودن معروف بود و مردم باهاش ارتباط نمی گرفتن. برنیز با دعوت ستاره های هالیوود به کاخ سفید و گرفتن پوشش گسترده تو روزنامه ها و مجلات تصویر کولیج رو از یه سیاستمدار خشک به یه آدم جذاب تغییر داد. این کار نشون داد که برنیز میتونه نه فقط محصولات بلکه آدم‌ها رو و حتی دولت‌ها رو هم بفروشه. برای اینکه بفهمیم برنیز چطور افکار عمومی رو کنترل میکرد، بیایید سراغ یکی از معروفترین کارهاش بریم. کمپین مشعل آزادی. در سال 1929 اون موقع سیگار کشیدن برای زنها تو آمریکا یه تابوی بزرگ بود. شرکت دخانیات آمریکایی به برنیز گفت که این تابو رو بشکنه و زنان رو مشتری سیگار کنه. برنیز یه نمایش رسانه‌ای عظیم را انداخت و گروهی از زنان جوان و شیک پوش رو استخدام کرد تا توی رژه عید پاک نیویورک با سیگار تو دستشون راه برن و سیگار رو به عنوان مشعل آزادی معرفی کنن. رسانه‌ها که از قبل هماهنگ شده بودند این رویداد رو به عنوان یک حرکت فمینیستی و نماد برابری زنان با مردان پوشش دادن. به نیز حتی روانشناسای معروف رو آورد که بگن سیگار کشیدن برای زنان یک جور ابراز استقلاله. نتیجه باور کردنی نیست. این کمپین نه تنها تابوی سیگار کشیدن زنان رو شکست، بلکه فروش سیگار به زنان رو چند برابر کرد. برنیز با این کار نشون داد که میتونه با یه ایده ساده و یه نمایش رسانه‌ای فرهنگ یه جامعه رو زیر و رو کنه. این فقط تبلیغات نبود، یه انقلاب فرهنگی بود که برنیز با ذهن ناخودآگاه مردم را انداخت. واقعیتش اینه همه کارهای برنیز درخشان نبودن. خیلی‌ها معتقدند که تکنیکاش گاهی غیر اخلاقی و حتی خطرناک بودن.
مثلا جوزف گوبلز وزیر پروپاگاندای هیتلر از کتاب‌های برنیز به ویژه کتاب پروپاگاندا برای تبلیغات نازی‌ها استفاده کرد. برنیز که خودش یهودی بود از این موضوع خیلی ناراحت شد، ولی این نشون میده که روش‌هاش چقدر قدرتمند بودند و میتونستن تو دستای اشتباه فاجعه به بار بیارن. کودتای گواتمالا هم یه لکه سیاه تو کارنامه برنیزه. خیلی‌ها میگن این کارش به منافع شرکت‌های بزرگ آمریکایی خدمت کرد و یک کشور رو به هرج و مرج و دیکتاتوری کشوند. منتقدا معتقدند که برنیز با دستکاری افکار عمومی به دموکراسی ضربه زد. وقتی که مردم به جای منطق با احساساتشون تصمیم میگیرن، دیگه انتخابشون واقعا آزادانه است. برنیز حتی تو پروژه های دیگه هم از پروپاگاندا برای اهداف سیاسی استفاده کرد. مثلا تو دهه 1930 برای دولت آمریکا کمپین هایی طراحی کرد که حمایت عمومی از سیاست های خاص رو جلب کنه. این کارا باعث شد خیلی‌ها بهش لقب دستکاری کننده ذهن بدن. ادوارد برنیز تا 103 سالگی زندگی کرد و سال 1995 از دنیا رفت، ولی میراثش هنوزم پابرجاست. از تبلیغاتی که تو اینستاگرام میبینید تا کمپین های انتخاباتی و حتی اخباری که هر روز میخونید، همه جا رد پای تکنیک های برنیز وجود داره. کتابهاش مثل تبلور افکار عمومی که تو سال 1923 چاپ شد و پروپاگاندا چاپ سال 1928 هنوزم جزء منابع اصلی برای تبلیغات و روابط عمومی هستند. برنیز به ما یاد داد که افکار عمومی یه چیز خودجوش نیست. میشه اونو مهندسی کرد، هدایت کرد و حتی دستکاری کرد. اون نشون داد که رسانه ها اگه درست استفاده بشن میتونن نه فقط محصول بلکه فرهنگ و سیاست و حتی تاریخ رو تغییر بدن. خب دوستان، حالا که داستان برنیز رو شنیدین، نظرتون چیه؟ آیا او یه نابغه بود که دنیای مدرن رو ساخت یا یه سایه‌نشین که ذهن ما رو به بازی گرفت؟ شاید یک کم از هر دو. یه چیز مسلمه، برنیز به ما نشون داد که قدرت واقعی تو ذهن ماست و کسایی که بلدن چطور از رسانه و روانشناسی استفاده کنن میتونن دنیا رو زیر و رو کنن. ممنون که تا اینجا همراه من بودید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، نظرتون رو بنویسید و کانالم رو سابسکرایب کنید تا بازم داستان‌های جذاب دیگر رو با هم کشف کنیم.